لباسی که مدلیارهای غرب، لباسی را که دنیای غرب برای ما زنهای مسلمان، برای خواهرای ما پیشنهاد کردند، هر روز نمودهای وی در اکرانهای تلویزیون نشان می‌دهند یا در صحنه‌های مگزین‌ها می‌برارند که لباسهای شفاف، لباسهای تنوک، لباسهای تنگ، این لباس مسلمان نیست. خواهر مسلمان، او لباس تو نیست، باید لباس دوزخی هاست. اهل سلف این گذشتگان ما میگویند که از ثیاب الرقاق ثیاب الفساق، لباس تنوک این لباس زنهای فاحشه است، لباس تنوک پوشیدن این لباس زنهای بی‌عفت و بی‌ناموس است. بنابر باید زن مسلمان لباس تنوک نپوشد که بدنش از زیر اون نمایان باشد. حضرت صوفی الله را میگوید گر نماید ز تحت ثوب و بدن موجب لعنت است بر آن زن. اگر خواهرای مسلمان مانند که امروز کامبخت‌ها برآمده، شیفان‌ها برآمده، اگر شما اونها را به تاپوش پوشید، بدن شما، دست شما یا گوشای شما تاب است، شما در لعنت خدا